شما اقصار ما را نشان میدید. من گفتم که این بسیار عمری کوتاه دارد، 1400 سال شد. حضرت عمر رضی الله عنه آمد اینجا از ساکنان همین سرزمین پرسان کرد که صخره‌ای که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به معراج برده بود همون را نشان بدید. نشانتون دادم 17.5 متر به 13.5 متر. این رشکی که یهود با جناب پیغمبر داشت اینجا را مشترک کرده بودند. جای پرتافتنی مبرز پنهان شده بود. وقتی که فتحی همین زمین مقدس رخ داد و دست حضرت عمر رضی الله عنه گفتیم که چه خیلی آمده، اول اونجا را نشان دادن که صخره اونجاست. باز من اون جای حضرت داوود علیه السلام است اینجا ده و پایانتر یک او هم گنبد دارد اونجا را نشان دادن. مسلمانایی که ایماناشون پنهان می داشتند اونا به نزد حضرت عمر آمدن. یا عمر گفتن اگر ما بگوییم زبان ما نمی برند، لیکن انمون مبرز جایی که جای موسر پرتایی هست انا همون جدا اون سنگا اینها پنهان کردگی هستند. زیری گنده و زیری مبرز مانده، زیری موسر مانده، یعنی که حاضر زیری غجدی ها مانده. حضرت عمر رضی الله عنه میگه بالای اشتر سوار بودند و در همین جا گفتن که بکوین همین چرا بیاوین، همین سنگ بیاوید، همین صخره را بیاوید. گفتن نیست نمیابند، همین قدر موسر جمع شده که شکمبه گاو و شکمبه گوسفند و همین افلاسی ها. حضرت عمر میگه در دو پاچه خورجین، در یک پاچه خورجین میگه طلا گرفت، در یک پاچه خورجین میگه نقره گرفت. میگه از بالای اشتر میپرتاخت. میگه کسی همین تیراتور که انگشتای مبارکش کلام بود میگرفت و میپرتاخت طلا را. کسی که همین تیراتوری که طلا افتیده شد جمع آوری کنم طلا های خودش، این طرف دستی چپ خطی نقره میپرتاخت. بعد 2 روز میگه یکی صخره پیدا شد. این صخره ای که حالا ما تگشت در آمده 2 رکعتی نماز خوانده از جایی که رسول الله به معراج برده بودند. اینجا نادر است که دوستان خدا چکار میکردن. حضرت عمر رضی الله عنه را گفتن یا عمر ابن خطاب بیا. گفتن صخره پیدا شد. حضرت عمر رضی الله عنه میگه آمد، میگه بالای صخره ده، میگه صخره را دید، میگه از بالای اشتر پرتاخت. از بالای اشتر پرتاخت. میگه چاروب دیگر نمان. میگه با ریش مبارکش میگه همین بالای صخره رو میگه میروفت با ریشان میخیل میروفت. میگه جمعاش تازه میکرده. این و رفعنا لک ذکرک. پیغمبر اکرم اونقدر قرب داده خدا که انا سیمرغ فهم هیچ کس از انبیا نرفت آنجا که تو به بال کرامت پریده ای. هر یک به قدر خیش به جای رسیده اند، آنجا جای نیست تو آنجا رسیده ای. شما یک میبینه این ناموس اسلامی را میبینید که آدم ها تمام داراییشان داده برای ناموس اسلامی که جای تاریخی اسلام ما از طلا وکن.